214 مفهوم 96 قائم. سطح اکسیژن پوش 65 با اکسیژن 85. نیاز مبرم به دخالت درمانی داره. 214 قائم. زمان کرونا وقتی که این ویروس وارد کشور ما شد یک ترس خیلی بزرگی بین همه مردم بود، البته بین پرسنل هم میتونست باشه که و خیلی بلکه بیشتر به خاطر اینکه ما ارتباط مستقیمی با این موضوع داشتیم. بیماری وحشتناک بود و رسانه‌ها در موردش صحبت می‌کردن که هر کسی که احتمال میداد این بیماری رو بگیره خب احساس می‌کرد که مرگش نزدیکه. انشالله که بهتر میشه. الان تو اکسیژنت خوبه، تنفست خوبه همش. خوبه الحمدلله الهی. ما نیروهای خیلی جوونی بودیم، بچه کوچیک داشتیم و خب باید حتما کنار خانواده هامون هم می بودیم. دوران کرونا بالاخره ما 24 بودیم اینجا، خیلی مشکل بود. زمان کرونا زمان سختی بود واقعا، چه از کمک بهیار بگیر، چه خدمه، چه پرستار، همه دلی مایه میذاشت. واقعا ایام خیلی سختی. در ابتدایی که شروع شده بود خب یک ناباوری در حقیقت وجود داشت و وقتی که متاسفانه مرگ و میرها پیدا کرد، اون موقع یک استرس و یک اضطراب خیلی شدیدی در همه جامعه از جمله در کادر درمان و در جامعه پزشکی به وجود اومد. خب از جهت اینکه مراقبت از این بیماران بر عهده ما بود و همینطور عمق در حقیقت مسائل و مشکلات رو ما میدیدیم و روبرو بودیم با این بیماران. پرستار بالینم، نه رئیسم، نه مسئول شیفتم، نه میزی دارم که پشت سرش بشینم. من الان که دارم واقعا با شما صحبت میکنم تمام بدنم میلرزه، تمام بدنم میلرزه. نه میزی دارم که پشت سرش بشینم. من همینجا عذرخواهی میکنم از پدرم و واقعا متاسفم برای خودم. من متاسفانه شیفت های خیلی طولانی به خاطر اینکه ما مواجهه کمتری داشته باشیم با خانواده‌مون، شیفت ها رو یک طوری برنامه ریزی شده بود که ما تایم طولانی تری توی آیسیو باشیم و بعد باز برای یه مدتی تو منزل باشیم که این مواجهات شغلیمون با خانواده یکم کمتر بشه که اونها آسیب نبینن. خیلی سخته، خیلی سخته. اون مریض که روی تخت عروسک نیست. و از اون طرف خانواده هامون هم خیلی درگیر این موضوع بودن، اینکه اونها هم میترسیدن که ما داریم از یک محیطی که این ویروس در اون محیط پخش بود و ما با اون لباس هایی که میپوشیدیم اوورالی بود که واقعا خیلی سخت بود تحمل کردن اون لباس ها. و واقعا آرزوی من سلامتی شماست. کجا برای از تو نوشتم هوا کم است. همین باعث میشد که خب یه سری ناراحتی ها پیش بیاد، یه سری دلتنگی ها پیش. متاسفانه که این اتفاق بدی بود که تو این دوران کووید برای پرسنل درمان افتاد. مخصوصا آیسیو واقعا شرایط نابهنجاری بود. یادم پرسنلی که بودن خب پرسنل پزشک و پرستاری که بودن همه چند شیفت کار میکردن، از خودشون مایه میذاشتن و بدونی که چشم داشته چیزی داشته باشن خب این مرحله بحران پشت سر گذاشتن. من خیلی یارو شنیدم میگم اصلا نه بابا اصلا همچین چیزی نیست، ولش کن، مهم نیست، اصلا اتفاقی نمیفته، مهم آدمه، باید فکرمون درست باشه. ولی در صورتی که اینطوری نیست واقعا درگیر میشیم.
افرادی که تو کادر درمان نبودن، چون اطلاعاتشون خیلی کم بود و وقتی عزیزشون رو تو ICU می‌دیدن که تنگ نفس داره و نمیتونه به درستی نفس بکشه، یه جور استرس و اضطرابی وارد اون خانواده‌ها میشد. ما داشتیم خانواده‌ای که میومدن و انقدر سر صدا می‌کردن، استرس داشتن که اون استرس رو حتی به اون مریض خودشون هم وارد می‌کردن و این میتونه شرایط خیلی بدتر کنه. این مریض‌ها ملاقات ممنوع بودن، یعنی که بندای خدا نمیتونستن ما خانواده هاشون رو راه بدیم بیان کنارشون ازشون دلجویی کنن و در واقع بار این مسئولیت رو هم ما به دوش میکشیدیم و سعی میکردیم که اونها رو آروم کنیم، بهشون دلداری بدیم. با خانواده هامون رو نمیدیدیم، بیشتر با بچه‌ها اینجا درگیر بودیم. به هر حال خیلی سخت گذشت به ما. در ایام کرونا همه با اعتقاد و با خدا شروع به کار میکردن، یعنی اصلا بحث کار و اینا نبود، همه قلبی و دلی مایه میذاشتن و این ایمان قلبیه بود که بهمون انگیزه میداد که بتونیم بمونیم پای کار، واقعا با تمام سختیاش کنار بیایم. از زمانی که کرونا وارد شد با کمبود امکاناتی که داشتیم، در واقع پرسنل ما تونستن جلوی این بحران رو تا حدی بگیرن. به قول یکی از همکارامون میگفت که کادر درمان خسته نیستن، کادر درمان متعجبن از اینکه چرا مردم به خاطر خودشون حاضر نیستن این چیزا رو رعایت بکنن. ولی خب تلاشی که پرسنل انجام دادن، به ویژه داخل ایران که خب ما واکسن نداشتیم، بحث کمبود امکانات بود، حتی در مورد ماسک و تجهیزات فردی که خیرین این کار رو انجام میدادن، باعث شد که اصلا خب روند بکنه و اون چیزی که انتظار داشتن میزان مرگ و میری که می‌خواست افزایش پیدا بکنه به شدت کاهش پیدا کرد. زیاد بیماران جوان داریم که متاسفانه درگیر بیماری کرونا شدن. واقعا افسوس می‌خوریم که خیلی از این جوان‌ها متاسفانه ناخواسته و بر اساس اینکه بقیه رعایت نکردن پروتکل‌ها، اینها درگیر شدن و تو این شرایط خیلی سخت گرفتار شدن. این بیماری کرونا بیماری نیستش که همیشه به درمان جواب بده. بعضی بیماران هستن که الان ایشون بدون هیچ بیماری زمینه‌ای سن 34 سال در حالت عادی من و شما اکسیژن 20% 21% لازم داریم، ولی ایشون رو الان اکسیژن 100% داریم بهش میدیم. همه درمان‌ها رو دارن دریافت میکنن، اما اکسیژن خونشون 50% 51% بیشتر نیست. متأسفانه وضعیت مشهد وضعیت مطلوبی نیست. تعداد بستری‌های ما رو به افزایش هست و با کمال تأسف تعداد هم در این ایام بیشتر شده. در 6 نقطه ورودی و خروجی شهر مشهد نیروی محترم انتظامی که من جا داره تشکر بکنم مستقر شدن، مردم رو دارن هدایت میکنن که خدا نکنه بحث ورود به شهر مشهد رو داشته باشن، افرادی که به عنوان مهمان میخوان وارد بشن. من اگه برگردم به 2 هفته قبل حتی نمیذارم بچه‌هام هیچ کسی رو ببینن. چه مقدار به این توصیه هایی که فکر میکنم هممون بلدیم، یعنی اگه از ما امتحان کتبی بگیرن هممون نمره، ولی وقتی میان توی بالی توی عمل در خیابان از همون نمره بگیرن هممون ردیم و منم ردم. خب تمام پروتکل های بهداشتی رو رعایت میکردن در حین کار و همیشه هم توصیهشون به همه اطرافیانشون و به ما همین بود که تا جایی که ممکن هست پروتکل‌ها رعایت بشه، از ماسک استفاده بشه، شستشوی دست و تمام مسائل بهداشتی رعایت بشه تا زودتر بتونیم این بیماری رو شکست بدیم، این پاندمی رو ازش عبور بکنیم و با رعایت تمام این موارد بتونیم به خودمون و به هم نوعانمون کمک بکنیم. مامان من با وجود اینکه 19 سال سابقه کار داشت خودش و اصلا نیازی نبود به بخش کرونا کار کنه، به درخواست خودش داوطلبانه رفتن بیمارستان سانتر کرونا شریعتی. بله قطعا احساس خطر می‌کردیم. اون آدمی که الان مبتلا شده و نتونسته بیاد محل کار و شما داری میری شیفتش رو اصطلاحاً جبران کنی، خب همین خطر برای شما هم وجود داره. من یک بار گفتم اون خانم آشادی شما بازنشسته چی میگن؟ من بچه‌ها دوست دارم، شما دوست دارم، من ما شما خیلی مثلا
هماهنگم خیلی خوشحالم وقتی میام اینجا. کرونا شخص رو نمیشناخت، داری، فقیری، ثروتمندی، مسئولی، رعیتی. یعنی ما تا آمدیم بفهمیم کرونا چیه و مثلا چه خطراتی داره و ذالک، کرونا بابا رو از ما گرفت. تمام مردم که درگیر این پاندمی بزرگ بودن، عزیزاشون رو از دست میدادن، از کار افتاده شده بودن و خب اثرات مخرب زیادی که این بیماری توی جامعه ایجاد کرده بود زودتر تموم بشه و همه به زندگی عادیشون و سلامتی جامعه رو دوباره در بر بگیره. یه سری مراکز درمانی اومدن چیکار کردن؟ فراخوان دادن، گفتن آقا به واسطه این جدیدی که آمده که هنوزم معلوم نیست دقیقاً چی هست، ما یه تعدادی از نیروهامون مبتلا شدن، یه تعدادی از نیروهامون مجبور شدن محل کار رو ترک کنن و خب هم بیمارستان ها هم مراکز دیگر درمانی مثل درمانگاهات با مشکل کمبود نیرو مواجه شدن. خب بابا تو چه مقطعی بود؟ بابا در شرایطی بود که تازه چند سالی بود که بازنشست شده بود. بلا از اینکه داروخانه مرکزی است که همه بیماران رجوع میکنن و خب داروخانه ایشون هم مستثنا از این قضیه نبود و به لحاظ اینکه بیماران متعددی در زمان کرونا به داروخانه مراجعه میکردن، علی‌رغم تمهیدات و پیشگیری هایی که شده بود، حالا مثلا حائلی بین مثلا دکتر و بیماران ایجاد شده بود به صورت مشمع یا پلاستیک یا به هر حال موانع ورود به میکروب به طرف اون طرف گیشه، ظاهرا از همون کرونایی که مراجعین و مراجعه کننده ها به داروخانه مراجعه کرده بودن ایشون مبتلا میشن. بیمارانی داشتن که توان رفتن به پزشک مراجعه کردن به پزشک رو نداشتن، بیمارانی داشتن که توان خرید دارو رو نداشتن که خب البته ایشون از این بابت همیشه حامی مردم ضعیف منطقه‌ای که در حال خدمت بودن و هر جور که میتونستن سعی میکردن که به مردم اون منطقه‌ای که خدمت میکردن کمک برسونن. من بارها از افرادی که در اون منطقه بودن شنیدم، بعد چندین مرتبه که خودم در داروخانه رفته بودم مراجعه کرده بودم دیدم که ایشون واقعا نسبت به فقرا و نسبت به کسانی که تنگ دست هستن بذل بخشش زیادی داشتن و در واقع دغدغه‌مند آحاد مردم بودن. خدا رحمت کنه خانم افشار رو، پرستار خیلی مهربون بود، خیلی پرستار شکسته با بچه مهربون بود. دوران سختی بود ما بچه ها گذراندیم اینجا. از شیفت 48 میومد خونه، از در خونه تا در همون رو به کف زمین تلفن میکشید برای اینکه یه وقت بچه ها آلوده نشن. مستقیم مثلا یه وقت خونه یا بچه ها یا بابام آلوده نشه و اینکه مامانم کرونا گرفت زنی که اینقدر سالم بود واقعا ضربه خیلی بدی واسه کل خانواده بود، چون هر احتمالی میدادیم غیر از اینکه بخواد اتفاق برای مامان بیفته. عملکردش جوری بود که این اجازه رو به کسی نمیداد که بخواد نسبت به تصمیمات قاطعی که داره نبیاره. حالا این تصمیم یه مقطعی رفتن به جنگ بوده در دفاع مقدس، اینجا هم خب به نوعی
جبهه دیگری بود. یک که من اومدم اورژانس رو تحویل گرفتم با 50 تا بیمار بدحال همطور که دارید میبینید روبرو شدیم. تا الان که ساعت 4 حدود 18 تا بیمار رو ما پذیرش کردیم. دیدن عزیزانی که اینجا اذیت میشن برای اینه کشیدن نفس، برای که هوا نفس بکشن برامون سخته. خب من نمیتونم حرف بزنم. هر شیشه پر کردم هوای روزهای بودنت همچنان شاهد حالا سرگذشت هایی بودیم از افرادی که حتی بدون این که بترسن از این که این ویروس برای خودشون و خانوادهشون ممکنه که تبعات خیلی شدیدی داشته باشه پای کار اومدن، خیلی بیشتر از استانداردهای جهانی تو این حوزه تلاش کردن. برخی از این عزیزان اعضای خانوادهشون درگیر شدن به خاطر اینکه اینها تو بیمارستان ها بودن و با همه این فداکاری ها ما شاهد این اتفاق میمون و مبارک بودیم که این ویروس رخت بربست، از این جامعه رفت و دوباره آرامش و صلح و شادی به خانواده ها برگشت. لبخند بر گوشه لبان کودکان رو ما دیدیم، مادرانی که با طیب خاطر بچه‌ها مدرسه فرستادن و اون اتفاقاتی که الان شاهدیم بخش عمده ایش بابت زحمات این عزیزان هست که واقعا هر زبانی از بیان این اتفاقات قاصر هست. توی ایام کرونا تمام مردم از این بیماری میترسیدن و در خیلی از ادارات تعطیل بود، خیلی از مراکز تعطیل بودن، ولی تنها جایی که تا آخرین لحظه سر کارشون بودن و در واقع اصلا از این بیماری نمی ترسیدن و به خاطر عشقی که به مردمشون داشتن و عشقی که به هممیهنان و وطنشون داشتن تا آخرین لحظه، تا لحظه که در واقع می گفتن که دیگه تایم کووید به حالت سفید برگشته و میتونن همه مردم سر خدمتاشون و کارشون برگردن، این کادر درمان بودند که تا آخرین لحظه ایستادگی کردن و واقعا نمیترسیدن. حتی خانواده های بیماران هم از بیماران میترسیدن. اگر ما بیماری رو میخواستیم ترخیص کنیم همیشه نگران بودن که این الان هیچ خطری نداره، این الان دیگه نمیخواد تو خونه ایزوله باشه، در حالی که ما در کنار این مریض ها داشتیم زندگی میکردیم. واقعا این هزینه آرامشی که ما واقعا پرداخت کردیم دادیم برای آرامش همراهان، هم مردم و اینکه آموزش بدیم بهشون، واقعا این شهدایی بودن که از کادر درمان موندن و شهدای سلامت مثل سرکار خانم رفیعی از مشهد که از بیمارستان ما بودن و بسیار همکار بسیار اکسپرت و ماهری بودن، ولی خب متاسفانه از دست دادیمشون. و اینکه واقعا اصلا اولش هممون یه جور بهت بودیم و اینکه ناامید بودیم از اینکه شاید این شرایط رو میتونیم بگذرونیم یا نه، ولی خب کم کم با واکسن هایی که اومد تونستیم این امید رو به دست بیاریم. واکسیناسیون مردم چقدر تونست تاثیرگذار باشه، اما هزینه بسیار بالایی دادیم تو این قضیه، مخصوصا کادر درمان، مخصوصا خانواده هاشون و شهدای سلامت که همیشه باید قدردانشون باشیم و امیدوارم که دیگه با
هیچ وقت این ویروس منحوس وارد کشور ما نشه و هیچ کدوم از مردم درگیر این قضیه نباشن. الان علی حال خدا رو شکر اون ایام و بیماری کرونا از شدت اون موقعش خیلی کاسته شده و به نسبت میتونیم خیلی کمتر شده تا اون موقع این ویروس. پرسنل درمان همه جوره از پزشک، پرستار، همه کادر درمان ما این آمادگی و این انگیزه در خودشون دارن که اگه خدایی نکرده چه این ویروس چه بیماری یک بحرانی کشور ما رو تهدید بکنه و مریضی اینجوری به سراغ ملت و کشورمون بیاد، همه جوره حاضرن از خودشون فداکاری کنن و مثل همیشه در صحنه باشن.